امروز 25 فوریه است و برنامه خبری رادیو آزادی است تقدیمتان. سلام. نخست امروز با شما می‌بینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. 8 بیناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه به زمین افتادند. وضع یک نفر آنها نهایت وزنین گفته می شود. ناگروز که قلدگی هم خیلی سو قوتناکیش سوسکیچ خیلی بعد هفته نپانه شلابی. نیروهای سوریه اسیران جنگجوی دولت اسلامی را به خانه‌هایشان انتقال می‌دهند. در اظهارات جانبی عراقی تاکید شده است که روند انتقال عراقی‌ها تا اسیر آخرین ادامه می‌یابد. ما هویت آنها را تحقیق می‌کنیم تا در بین آنها تروریستان پنهان نباشند. و نه آب و نه مکتب. ساکنان دهه استقلال وحدت میگویند با گذشت 5 سال شرایط آنها برای زندگی سازگار در مکان نو مطابق کردن نشده است. وقتی که ماه اپریل مبلغ چیز باشه همه کدی اگر سایه نیست که سرمون پناه کنه. و اکنون تفسیر خبر و گزارش های امروز. دوستان نایه سینای پایتخت به تحقیق حادثه سرازیر شدن بیناکاران از گنبد مسجد بزرگترین در دوشنبه پرداخته است. حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که چند نفر مشغول اجرای کارهای ساختمانی بودند. ساختمان این مسجد بزرگ هنوز ماه اکتبر سال 2009 آغاز یافته بود. به قول مقامات این کلانترین مسجد در آسیای میانه خواهد بود. میرزا نبی خالقزاد و شادمان یتیم کوشش کردند درباره وضع سلامتی ساختمانچیان افتاده برای شما معلومات بدهند. 8 بیناکار مسجد کلانترین در شهر دوشنبه صبح 25 فوریه از بلندی به زمین افتاده با زخم‌های مختلف در بیمارستان قریه بالا بستری شدند. وضع یک نفر آنها وزنین گفته می شود. آنها در همین گنبد مرکزی که در میان 4 گنبد بلند است فعال کار میکنند و صبح امروز در ساعت تقریبا 9 وقتی که کار را شروع میکنند بنابر وزن زیاد زینه های زیر پای آنها داشت نداد و به همین طور آنها به زمین غلطیدند. 8 نفری که از بلندی افتادند و معیوب شدند آنها اصلا کارگران ساختمان بودند که ساختمان در ابتدا از شرکت های اساسی مسجد مرکزی به حساب می رود. بلندی جایی که کارمندان افتیدند 33 متر گفته می شود. کارمندان این ساختمان می گویند از بس که صبح بر وقت بود نه همه کارمندان در جای کار حاضر بودند. خدای نکنه ساعت 12 میشه با همین کار میشه با آدم خیلی معیوب میشه آدم بسیار میغلطه همین حالت آدم میشه سرشوی کار وزمین میشه آدم سرسنه شد. مجروحان را عاجلاً با ماشین یاری تجلی به بیمارخانه انتقال دادند. طبیبان میگویند بیناکاران به آهن و قبور برخورده زخم‌های گوناگون برداشتند. این کارمندان اساساً کفشرگران بودند که سراب گنبد کلان مسجد را میساختند. اصلا گفت چیز سنگ установка میکردن و مثلا وارد میکنن شویلر وارد میکنن شویلر رو کلا سوارچی فقط وارد میکنن حالت هم بود کار سوارچی فقط وارد کنی بود جا مثلا لیسا حالتی ناگروز که قلدگی هم خیلی لیسا قوتناکیش سوسکیچ خیلی بعد هفته نپانه شلابی. ضمناً در صحبت به ما مسئولان این شرکت‌های ساختمانی در رابطه با جزئیات و عامل و سبب‌های رخ دادن این حادثه شرح ندادند، ولی در صحبت به ما همکاران این افراد معیوب شده گفتند که آنها در نتیجه یک بی احتیاطی و از بس که وزن زیاد بالای زینه‌ها تخته‌ها گذاشته شده بود این حادثه رخ داد و این پیامد به بار آورد. 8 نفری که در ساختمان مجروح شدند ساکنان ناحیه دنقره و درواز بودند. دادستانی ناحیه سینای پایتخت تحقیق حادثه را شروع کرده است. مسجد بزرگترین در دوشنبه در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده برای نمازگزاری تا 150,000 نفر پیش بینی شده است. این مسجد که در مرکز دوشنبه بنیاد می شود از 4 مناره بلندیش 75 متری و یک گنبد 60 متری عبارت است. میرزا نبی خالقزاد شادمان یتیم رادیو آزادی دوشنبه. رو می‌ریم به موضوع دیگر. نورسултон назарбоев президент قزاقستان نامزدی اسکر مامین را به مقام سروزیر کشور پیشنهاد کرد. назарбоев این پیشنهاد را به بررسی پارلمان فرستاد. اسکر مامین تا 21 فوریه امسال به حیث معاون اول سروزیر فعالیت کرده بود. بعد استعفای سروزیر پیشین قزاقستان بکیتجان ساگینتایف در تاریخ 21 فوریه مامین اجرا کننده وظیفه سروزیر تعیین شد. مامین 53 ساله در گذشته رهبری شرکت روی آهن قزاقستان
قازقستان، حاکم شهر استانا و وزیر نقلیات و ارتباطات بود. بینندگان ارجمند، روز یکشنبه 25 فوریه بخش دومی سلسله گفتار رگی امون نشر شد که در آن همکارمان عباس جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به موار و هنر صحبت میکند. شما را به تماشای آن در آزادی ویدیو و شرکت در بحث دعوت مینماییم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. نیروهای سوریه انتقال اسیران گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را به وطنهایشان شروع کردند. حکومت عراق گفتند هزارها سلاح به دست داعش در اسارت نیروهای دموکراتی سوریه می باشند که از این میان صدها نفرشان شهروند عراق هستند. پیشتر از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کشورها دعوت کرد که جنگجویان بازداشت شده را پس بگیرند و در وطنشان محاکمه نمایند. تاجیکستان نیز یک سال پیش به برگرداندن زن و کودکان اعضایان داعش از عراق سر کرد، ولی تاکنون هیچ اقدامی را در مورد سوریه انجام نداده است. اسکندر خوجه میرزاده گزارش می‌دهد. با گفت منصبداران عراقی روز یکشنبه نیروهای دموکراتی سوریه که از سوی ایالات متحده آمریکا دستگیری می‌شوند 280 آشوبگر بازداشت شده گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا داعش را به عراق تسلیم نمودند. نظامیان عراقی میگویند از بین هزارها سلاح به دست داعش که در اسارت نیروهای دموکراتی سوریه می باشند بیش از 500 نفر شهروند عراق هستند. نیروهای امنیتی عراق تصدیق می کنند که 21 فوریه 130 اسیر عراقی متهم با عضویت در گروه داعش به عراق انتقال داده شدند. در اظهارات جانب عراقی تاکید شده است که روند انتقال عراقی ها تا اسیر آخرین ادامه می یابد. در سال 2014 سلاح به دستان داعش بخشی بزرگ عراق و سوریه را به تصرف درآورده به نام خلافت اسلامی بنیاد کردند. حالا نیروهای متفق ایالات متحده آمریکا داعش را در آخرین منطقه زیر نظارتش دهه باغوز سوریه محاصره کردند. طبق تخمین‌ها در دهه باغوز تا 7000 ساکن ملکی بند ماندند. آخر هفته گذشته نیروهای زیر رهبری کردهای سوریه هزارها ساکن آسایشته این منطقه را به جایهای امن انتقال دادند. نیروهای ما هزارها ساکن ملکی را که همچون سپر زنده استفاده می شدند با موفقیت به جایهای امن کوچاندند. اکثر آنها زنان و کودکان هستند. در آن طرف مردان را جمع کردند. ما هویت آنها را تحقیق می کنیم تا در بین آنها تروریستان پنهان نباشند. طبیعتا اگر در میان آنها تروریستان معین شدند آنها را حبس می کنند. نیروهای دموکراتی سوریه در دوام چند هفته گذشته تا 20,000 نفر را از منطقه باغوز بیرون برآوردند. عملیات نظامی در باغوز و اشغال آن از طرف کردهای سوریه خلافت 4 ساله گروه جهادی داعش را خاتمه می‌بخشد. السلام علیکم، آزادلیک رادیو است. من حاضر دمم پیک ایرپورت دمن. در این نواره که حالا دیده جوانزن ازبکستانی با چهره خندان از کنسولگری ازبکستان در پکین اظهار منتداری میکند. هنوز یک هفته قبل این جوانزن 20 ساله که خود را سعیده نام میبرد به رادیو آزادی نوارش را فرستاد که در آن برای بازگرداندنش به تاشکند کمک میپرسید. این ساکن ولایت نمنگان که در حالت خیلی ناگوار و افسردگی قرار داشت نقل کرد که از خانواده نادار بوده به وعده بردروغ زندگی شاهانه در چین باور کرده است. به نقل سعیده 5 ماه پیش با مساعدت شرکت میانرو به یک شهروند 28 ساله چین به شوهر برآمد. توی آنها در ازبکستان برپا شده است. این جوانزن گفت بعد ازدواج و کوچیدن به چین شوهرش او را پیوسته تحقیر و آزار جسمانی و جنسی میداد. وقتی سعیده میخواست به وطن برگردد شوهرش شرط گذاشته است که خراجات توی را 2 برابر بیشتر پردازد و آنگاه طلاقش را میگیرد. بعد پخش نواری امدادخواهی این زن نمایندگان کنسولگری ازبکستان با تشکیل یک کمیسه 40 نفری او را از غلامی شوهرش آزاد کرده آخر هفته گذشته به تاشکند فرستاد. قربانان عزیز آزادی ویدیو جایز به تاکید است که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار فرستاده شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. +420 724 05 66 81. در صورت دریافت مواد از شما ما حتما تماس میگیریم.
ман барномаро идома медиҳам. 5 соли пеш заминларзае ки марказаш дар шаҳри Ваҳдат буд садҳо манзили зистро дар ин минтақа хароб кард. баъдан мақомоти ҳукумат ва созмонҳои байналмилалӣ хонаводаҳои осебдидаро ба ҷои дигар кӯч доданд. аммо таври ҳамкорам Барод Юсуфӣ мегӯяд ба ин сокинон то кунун ҳеҷ шароит барои зиндагии созгор муҳайё нашудааст. сокинони деҳаи навбунёди истиқлолияти ноҳияи Ваҳдатро 5 соли пеш пас аз як зилзилаи шадид дар деҳоти қаблиашон ба ин маҳалла кӯч доданд. сохтумони бештар аз 100 манзил барои сокинони зарардида аз зилзиларо мақомоти ҳукумати Тоҷикистон анҷом дод. аммо сокинон мегӯяд ки маҳаллаи навбунёди истиқлолият пас аз анҷоми сохтумони манзилҳо ба боди фаромӯшӣ рафт ва ба идомаи фароҳам овардани шароитҳои оддии зиндагии онҳо нуқта гузошта шуд. сокинони ин маҳалла 5 сол боз мунтазири оби ваъдакардаи ошомиданӣ ҳастанд, вале ҳоло نیاز بشه 5 تا ابی اول اینا می قاق بشه این حال با سال کنیم اینا به اویرا حاضر نه وقتی که مای اپریل مای به چیز باشه خبر کردی اگر سایه نیست که سربال پناه کنه. барои сокинони маҳаллаи истиқлолият оби барфу борон тӯҳфаи худовандӣ аст ки ташнагӣ мешикананд ва сару либосашонро тамиз мекунанд. аммо дар дигар фаслҳо обро ба қавле аз дигар деҳоти атроф металбанд. об айми исроилобод меган қишлоқа ои чашма овардиган бушкода маҳкам кардиган вай қил мезанан маҳкам мекунан бурехшон сатагӣ метиҳан мо мерем аммо халқи мо мерава қатора хай гапи пас баланд гап мезанан наметиҳан буд найдара мераван абобдара мераван хараки на мусавед чанд бор шид ма хадмдем ба чашм хараки мерава ай дига қишлоқ об меора хараки. рӯзҳои бунёди сохтумони манзили сокинони ин деҳа ҳамзамон ҳавзи бузургеро барои таъмин ба оби ошомиданӣ дар баландии деҳа шурӯъ карданд. аммо сохтумони он ҳам ҳамон сол дар оғоз ях баст. иншооти дигари муҳиме ки дар деҳаи навбунёди истиқлолият дар 4 соли пеш дар оғози сохтумонаш ях бастааст мактаби таҳсилоти умумӣ мебошад. кӯдакони ин маҳалла ҳанӯз ҳам ба мактабҳои деҳоти атроф баъзан то 2 километр роҳ дуртар пои пиёда ба дарс мераванд. مکتب وای یک عرب باید ساخت وای میکرد های فعالیت قطعی در مدت این 4 ساله که همینجا مثلا کار میکردیم معاش خوب میدادن ما از سبب قطع گشتیم این ساختمان این مکتب دیگه ما همش یگان کس اهمیت نمیدیم. فرزندمون به مکتب خواهد در مکتب اسرائیل‌آباد میخوانن و در نصفش در ایست نصفش در شور همه پراکنده درهای ماشین میروند ایره ها ما خواتیریم ای فرزندامون که چقدر میان چخیل میان گفته تشویش میکشیم. ساکنان محله استقلالیت هنوز هم در حالت فوتیدن یگان نفر دهه جسد آن را در آرامگاه دهه سابق خودشون دفن میکنند که از این محله خیلی فاصله دارد. زندگی مزار آرامگاه نداره مردمون در حرقمون نمیجا جای یگان جای جنازه کردن نداره. اینجا قدرت جنازه میکنیم ماشین زکاس میکنیم قشلاق کنمون میبریم چند بار مراجعات کردیم یگان چیز نیست. زلزله 5 درجه‌ای ریختر 10 نوامبر سال 2013 در 11 دهه جماعت‌های کریم اسماعیل، رجب اسماعیل، بزرگبای برونوف و چهارسوی شهر وحدت 104 خانه را کاملا و 250 خانه دیگر را قسماً ولنگار کرد. بعداً مقامات حکومت و سازمان‌های بین‌المللی با کمک مردم آسیب‌دیده شتافته در بنیاد منزل‌های نو زیستشان در دیگر منطقه مساعدت کردند. در دهه نو استقلالیت برای بیشتر از 100 خواجگی منزل زیست ساختند. اما حالا در اطراف این دهه که منسوب به همین دهه است، حدود 2000 خواجگی منزل زیست بنیاد کردند که نیز آنها روبرو با مشکلاتی هستند که ساکنان نخست دهه نو بنیاد استقلالیت دارند. و امروز سبزخمر صاحب و خدای پرزیدنت توجیکستان را دفن کردند. مادر 75 ساله زهیر صاحب داماد امالی رحمان بر اثر بیماری طولانی فوتید. مراسم جنازه به گفته چند مسئول حکومت نویای کوشانیان در میدان مکتب 35 مرکز جماعت بوستان قلعه برگزار شده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همینگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیم شما اعزام میگردد. تماشا کنید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.